چطوری آقا؟ خوش اومدیم به کانال نوارز علیرضا هستم. اومدیم با پارت 2 جذاب ترین و خفن ترین تریک شات های دنیا. برو بریم. اگه پارت قبلی رو ندیدین بریم پارت قبلی رو ببینین که دستتون بیاد این پسره چه کارایی میتونه انجام بده و بریم حالا بقیه‌اشو ببینیم که چه کارایی میتونه انجام بده. اوه بنازم. این ویدیو رو من پشت صحنه‌شو دیده بودم. بالای 5 ساعت داشت تلاش میکرد که این اتفاق بیفته و افتاد. حیف آیفون نیست باشیم بلا رو در میاری سرش. بده من. دوستش نداری بده من میخوامش. ای خدا. این آسون بود. نه حرفمو کامل پس میگیرم. به اون یه چیز آویزون کرده بود. یه میخمانن وصل کرده بود که بترکه. از پشت انداخته. اینو انداختیم. اینو ننداختم. یه چیزی که خیلی دوست دارم خیلی ریلکس وای میسته این شکلی. انگاری مثلا اوکی من هر روز همین کار رو انجام میدم و برام یه چیز کاملا طبیعی و عادی حساب میشه. این سادمو در میارم. وای دو سوراخه رو یکا زد. ای چی شد؟ این بگم شاید یکی پرت کرده بهش ولی ببینیم چیه. اینجا میاد تو. انی خلاق بودن رو دیگه دارن در میارن. مگه میشه اینقدر دقیق؟ وای این یکی از آیتمای مسابقات فریزبیه. نامه است. بابا ولم کن. وای خدا. بال ترکید. داره روبیک سعی میکنه درست کنه. بله به بنازم. نگو اینو میزنه. بابا مثلا اومد مسخره بازی در بیار. مسخره میکنی همه رو از دست دادم ولی زد درست جایی که باید میزد. چقدر باید دقیق بزنی. من که رسما پرچام ریخته. اینو قبلا انجام داده بودی. یکی دیگه؟ وات؟ بادکنک رو از توی بادکنک ترکوند. اینا هم استعداد دارن ما هم استعداد داریم. بعد بچهای فامیل ما میخوان استعداد نشون بدن دستش رو میزنن صدا در میارم یا ما هم استعداد داریم. یا یاد بگیر. به خدا میگم یاد بگیر. وای این کار خیلی سخته. خودشون جفتشون هم پرچاشون واز شده. توپ رو هوا با توپ زدن واقعا سخته. نه بابا ولم کن. واقعا ولم کن دیگه. شورشو در آوردی رسما. چه خبره؟ خودکار چرا گرفتم هستم؟ من موندم تو اینایی که بادکنک هست چقدر بادکنک حروم کردن. محیط زیست را پاس بداریم. نه
بابا ولم کن، اینا از سامان موشکی دقیق تر دارن میزنن. نیگو فیک نیست. من این تئوریا، اینا که تئوری توته چیز میکنم، طبق بررسی های انجام شده این ویدیو کامل فیک بود و با جلوه های ویژه و چیزای دیگه در اومده. شیر میگه همش. خب دیگه داره حسابو در میاره. کجاست خونشون؟ برم یه فصل کتکش بزنم یه ذره بی استعدادی آروم بشه. حس خیلی بدی دارم پیدا میکنم تو این ویدیو. خب اوکی، اینا قبلا انجام داده بودی. ریخت. آن داره تستاشو نشون میده. ببین چقدر تست میکنه تا موفق بشه. یه صافشون نکن دیگه. فیوز. یعنی هر تو اون 2 ثانیه 3 ثانیه که ما ببینیم خیلی شیک اتفاق میفته، بالای 100 بار 150 بار شاید 1000 بار تست میکنه. دارتاشه این کار رو زیاد انجام میدن. یه جوری میگم مثلا هر روز کارم این کار انجام بده. کار سختیه. وسط هم زد لول 100. این شانسی بود، به قرآن این شانسی بود. اون مقوایی که اون پشت زدنم اگر نگاه کنی میفهمی که چقدر امتحان کردن تا بتونن این کار رو انجام بدن و قطعه به یقین این شانسه. ممارست و تمرین دیگه. تمرین که نه، ممارست فقط. انقدر تا بالاخره بشه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اینم بود از پارت 2 تریک شات های خیلی خفن. اگه دوست داشتین الان داخل کامنت برام بنویسین که ببینیم پارت های بعدیش هم تهیه بکنم و بشینیم این چیزای خفن رو با هم ببینیم. البته پارت های بعدیش اگر خوب شده بودم که میشم با مجازات های سمی. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله رو روشن میکنید که به محض انتشار ویدیو اول نفر برای شما بیاد. اینستا و توییتر من این بالاها میاد، فالو داشته باشین. من علیرضا شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم.